سلام بچه‌ها، چطورید؟ پوریان هستم و خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز اومدیم با هم دیگه چالش نوشابه رو بریم. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین. بریم برای ویدیو. لیتس گو. دوستان ویدیو به این شکلی که هر کی این بوچو حالا الان صاف نشده اینجوری صاف بیفته میتونه یه لیوان نوشابه بخوره. هر کی بیشترین نوشابه رو بخوره بیشترین امتیاز رو میگیره و برنده جایزه 500,000 تومانی میشه. نفر آخرم که مجازات میشه. بزن بریم برای A few moments later. خب با حضور افتخاری نوب سگ نوشابه خورمون آقا شایان. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم قرار ببازی شنیدم. بهش میگم. بله. بزن بریم برای شروع چالش. لیتس گو. خب آقا شایان شما چون مهمانی نه شما چون صاحب چنلی شما بنداز آقا بفهم. آقا نمیشه شما میگم بنداز تعارف نکن. خب شروع میکنیم چالشو. ریدی؟ بله. یک امتیاز. حالا من میتونم بندازم. بنداز. تو بندازی. داداش دو بار انداختی. خب دو بار بنداز. یه بار دیگه بنداز. نفری یه دونه است مشتی. سه بارم بندازی هیچ تاثیری نداره. باشه. آقا حساب نیست بطری خرابه. دوستان همینجوری که میبینید سرکارید. ببین این 500,000 تومان اگه من ببرم اون 300,000 تومان کاظم که پول فلافل داده بود تو ویدیو قبلی اونو باهاش ساخت می‌کنم. کاظم جان اصلا اینجا دوستان این همه چیز رو عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل بطری خرابه. آره. همونم ننداخت. الان یک امتیاز. تا الان 500,000 تومان مال خودم. میگم بطری خرابه شما زیاد لایک. تو میتونی بندازی سری. ایوه. واه. داداش چه خبره؟ مثل که قرار نیست اتفاقی بیفته. چه خبره؟ نگاه کن کباب چندمه. چه خبره؟ بارز چه خبره؟ هیچ. تو چه خبر؟ ما هم هیچی هستیم خدا رو شکر. داداش تو بادکنک رو صبح هم بیاری. نمیندازی. داشت بطریت خرابه. مجازات هم شد بادکنک دیگه. بچه‌ها مجازات شد بادکنک پر آب. 4-5 تا میذاریم تو سر و کله آقا شایان. سه امتیاز تا الان. نه 3 امتیاز تا الان. داداش من دارم میخورم تو بنداز. نه من عقب عدالت رو رعایت میکنم. دمت گرم. مرسی که خیلی عادلی و بطری‌ها رو صاف نمیندازی. ایول. این افتاده نگاه کن. یکی دیگه 4 امتیاز. داداش به نظرم اصلا یعنی مجازات رو بریم بهتره. خب دوستان من باید برم این ویدیو رو ترک. حالا میبینن هی نمیخواد بگی 4 تا 4 تا. آره نداش میگم که دوباره آزرده خاطر نشم بچه‌ها. وای الان یه کامبک نیازه. داداش ببین من کار داره میگذره از کار. 10 تا لیوان 5 تاشو خوردم. دیگه اینو نتونم یه جوری تمام میدید چون میشه 5-4 تو 6-4 تو. بزن اشکال نداره. وای میفته لحظه آخری دیگه. خب ویدیو رو به پایان میرسیم. 6 تا. داداش بنداز. بطری خراب تمام شد. دوباره بگو. یه امتیاز واسه تو. اینم آوانس. نه 5-1. برو. داداش تو رو قرآن یه دونه رو بنداز. آخه نگاه کن شانس هم یاری نمیکنه. نگاه نمی‌کنم بندازم. نشد. باز نگاه نمی‌کنم. نه خوشم اومد. داداش اوه چیز دیگه نیست. وای بابا دهنت یه دونه رو بنداز.
آقا من هر چی واسه گفتم میشه این یه دونه رو نه جا بخور بخوری؟ بخور تلافی میکنم برای خونکه خیلی خونکه میشود بچه تمام شد بالاخره شدی 2 امتیاز الان. خب من یه امتیاز بهت آوانس دادم، الان شدی 2. بالاخره ببین من یه دونه رو بخورم باختی. آره دیگه الانم فکر میکنی بردم داش خب اما اما تبریک میگم داداش خسته نباشی، مجازات در انتظارته. خب این یه لیوانم بخورم، دوست عزیزمون رو در کادر دیدین. این یه لیوان رو بخورم، لیوانای بعدی برای بچه‌هایی که الان ما تو پارک هستیم تو کرج، لیوانای بعدی برای کسایی که از پیاده رو رد میشن وارد این چالش میشن. هر کی دوباره این بطری رو صاف بندازه یه دونه لیوان نوشابه میتونه بخوره. این ویدیو که تا اینجا که تمام شد چالش ما دو تا، میریم برای ادامه چالش ببینیم برمیگرد بقیه چیکار میکنن. برمیگردیم. تا 3 بار فرصت دارید، تا 3 بار نندازید دیگه آره میسوزید دیگه کلا به این شکله. خب یکی دو تا خرابتر شد نشد متاسفانه. مرسی از شما، ممنون. سلامت باشید. ممنون از شما، مرسی. ممنون، سلامت باشید. میتونی لیوان شروع خب یه فرصت، دو تا دیگه دارید. ای نزدیک بود نزدیک بود ولی نشد. یکی دیگه نشد. یکی دیگه شما یه بار دیگه شما بندید یه بار دیگه بندید. این بری نمیشه، اما در بطری این شکلی بگید بندازید خیلی راحت تری. خیلی بالا انداختین. مرسی، ممنون. سلامت باشید. مرسی. ببین هر کدومتون 3 بار فرصت دارید. اینجوری میندازید، اینجوری صاف وایسی میتونید بخورید. تا 3 بار هر کدومتون فرصت دارید. 3 بار تا 3 بار. تو شروع کن دیگه الان. بندازید تا 3 بار فرصت دیدی، یکیش که میفته که. تا الان هر کی شرکت کرده نتونسته. خب یکی دو تا 3 تا. خب ببین اینجوری بندازی بهتره. اینطوری بگی اینطوری بنداز. من الان باز وایسا. اینطوری بندازی نمیشه. آره اینطوری بگی اینطوری ول بده. آره یه جوری ول بده که خیلی بالا ول نده، آروم ول بده. یه بار تو 3 بار تو این از الان شروع میشه این تست. خب یکی دو تا بیا تو یکی چون 4 بار انداختی، یه بار دیگه هم بنداز. آره اینو انداختی. مرسی بچه‌ها، دمتون گرم. شکریم، مواظبت کنید. سلام. خسته نباشید. خوب هستین؟ ما یه چالش داریم میگیریم، بطری رو صاف بندازید یه لیوان نوشابه می‌کنید. شرکت می‌کنید؟ مرسی. سلام بچه‌ها، چطوری؟ الان فردای همون روزی که ویدیو گرفتم دم در خونه شایانینا این فکر کردم ما یادمون رفته قرار بودیم مجازات چی. الان منتظریم بیاد کنیم مجازاتش کنیم. بزنیم بریم برای سرویس کردن شایان. سمتی پارکینگ خونه شایانینا این قرار زمین رو میاد پایین. دیگه میریم تا شایان بیاد سرسانه. 2000 years later. خب بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. متاسفانه برای چالش مردمی کسی نیومدش، نمیدونم واقعا چرا. تعداد خیلی کمی اومدن. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. داداش ویدیو یوتیوب داری میگیری؟ آره داداش. چالش میخوری؟ ببین یه بطری صاف بنداز. بعد اینکه کلا به این شکل دیگه. مرسی اینکه بچه‌ها ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. یکی دیگه اومد چالش. شما شرکت می‌کنید؟ خب این بود پایان این ویدیو. لایک یادتون نره. لایک کامنت ساب. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. فعلا خداحافظ.